فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری چهارشنبه اخیرشون 6474 نوشتن که آیا نماز خواندن پشت سر امامی که در عبادت‌هایش بدعت دارد درست است؟ این بستگی به این دارد که تعریف این برادر عزیزمون از بدعت چی باشه. اگر واقعا بدعت یک بدعت خفیفی هست، فرض کنیم که بعد از نماز دعا میخواند یا مواردی از این قبیل، این باعث عدم صحت نماز نیست و نماز پشت سر چنین انسان‌هایی جایز است. اما اگر مراد از بدعت مکفری هست، مانند استغاثه بالاموات هست و قبر پرستی هست، در چنین صورتی پشت سر چنین امامی نماز جایز نیست.